توی جنگ جهانی اول و دوم یه سری واحدهای مخفی از سربازای هنرمند وجود داشت. میدونی کارشون چی بود؟ ساخت ماکت از سر سربازا. بریتانیایی‌ها و آلمانی‌ها جایی که احتمال میدادن اسنایپر وجود داره این ماکت‌ها رو از خاکریز بالا میآوردن تا اسنایپر بهش شلیک کنه و جای دقیقش رو تشخیص بده. سرباز زخمی جعلی. آلمانی‌ها یه حقه منحصر به فرد داشتن که میومدن ماکت‌هایی میساختن دقیقاً شبیه سربازای دشمن، حتی با همون لباس، و دستش رو با تنابی که از قبل بسته بودن شروع می‌کردن به تکون دادن. و وقتی که نیروهای کمکی برای کمک به اون ماکت می اومدن، آلمانی‌ها از کمینگاه بیرون می اومدن و بهشون حمله می‌کردن. عقب نشینی از نبرد گالیپولی توی جنگ جهانی اول. استرالیا و نیوزلندیا اومدن ماکت سربازایی که از قبل ساخته بودن رو پشت سنگرها قرار دادن و تفنگ‌ها رو با یه مکانیزم تأخیری روی شلیک خودکار قرار دادن تا دشمن فکر کنه نیروها هنوز اونجان، ولی واقعی‌ها بدون کشته شدن و بی صدا عقب نشینی کرد. ماکت‌های کاغذی. یه تیم متخصص ساخت این ماکت‌ها توی ارتش‌ها وجود داشت که میومدن هر چیزی مثل تانک و توپ و سربازها رو کاغذیش رو میساختن تا بتونن هواپیماها و دیدبانی‌های دشمن رو فریب بدن. اگه از ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره.